سلام وطندارای عزیز، قرار باشه کل مردم افغانستان کولابی و خراسانی شوند، یکی من افغان میمانم در پای ای بیرق. امروز نظام ما نیست و امروز ما در وطن نیستم و امروز هزارها جوانای ما از کشور فراری است. درست تو را داشتم، درست جمهوریت ما تو را داشتم، با تو امید کرده بودم، با تو باور کرده بودم، با تو اعتماد کرده بودم و تو بزدل و تو وطن فروش، تو بی غیرت وطن فروختی و فرار کردی و امروز یک تعداد چوچه های سندویچ فروش و تکسوانت میخواه یکی رهبریت به دست بگیره. بچه روی شما را مردم ها شناختن، مردم روی شما را شناختن دیگه. با مردم دیگه رهبر محبر کار نیست، مردم زندگی خدا میکنه. دنیا 4 روز است، مثل آدم در کنار هم زندگی کن.